هیچگاه تو را از رحمتش مأیوس نساخته، هرچند گناه تو سنگین و بزرگ باشد، بلکه بازگشت تو را از گناه حسنه قرار داده است و از آن مهمتر این که گناه تو را یکی محسوب می کند و حسنات را 10 برابر و در توبه و بازگشت و عذرخواهی را همیشه به رویت باز نگه داشته. هر زمان او را ندا کنی ندای تو را می شنود و هرگاه با او نجوا نمایی آن را می داند. بنابراین حاجتت را به سویش می بری و آنچنان که هستی در پیشگاه او خود را نشان می دهی. غم و اندوه خود را با وی در میان می گذاری و حل مشکلات و درد و رنج خود را از او می خواهی و در کارهایت از او استعانت می جویی.